توپ ماریا میان، کریستیانو رونالدو ضربهشو میزنه و ویلیام به روی دروازه میتونه رها بکنه، اشتباه کرد. بیرانوند و سعید عزت‌الله، یک و دو کوارشما خودش میفرسته با بیرون پا و توی دروازه. پرتغال 1 ایران 0. خدایی ضربش فوق‌العاده بود. حالا یه حرکت، یه فرصت به کریستیانو رونالدو در محوطه جریمه، تصمیم به ادامه داشته میشه. همه نگاه ها به رونالدو، میزنه ضربه رو، میگیره بیرانوند. حالا از سمت راست بچه ها با رامین رضاییان میفرستن توپ رو به روی دروازه. آخر کریم انصاری فرد میزنه، روی پاتریسیو توی دروازه. گل برای ایران. یه ضربه سر، فرصت هست، دقایق عجیب غریب فوتبال ایران، میتونه ضربه رو بزنه. کجا زد؟